بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درس مفردات تمام شد. درس امروزی ما درس دوم مرکبات می باشد. مرکبات جمع مرکب است، حروفی که یک جا واقع شده آن را مرکبات می گوید. ببینین در درس مفردات حروف جدا جدا واقع شده بود و جدا جدا تلفظ می شد، اما در درس امروزی بعضی حروف یک جا واقع شده. در یک خانه 2 حروف 3 حروف یک جا واقع شده، از این خاطر این را مرکبات می گوید. و همچنان فراموش نکنید در کدام خانه که 2 حروف یا 3 حروف یک جا واقع شده آنها به یک نفس تلفظ می شود که در بینشان سکتگی و وقف به وجود نیاید. یعنی در کدام خانه اگر 2 حروف یا 3 حروف یک جا واقع شده باشه هر 3 حروف به یک نفس تلفظ می شود. و همچنان در حروف مرکبات برای ما اشکال حروف را هم نشان میده که یک حرف به چند شکل نوشته می شود. یعنی یک حرف به یک شکل نوشته نمی شود بلکه به چند شکل به چند اقسام نوشته می شود. و همچنان فراموش نکنید در مفردات که کدام حروف کش می شد در مرکبات هم آن حروف باید کش شود. بسم الله الرحمن الرحیم. الف الف، لام الف. ببینید در این خانه 2 حروف نوشته شده، لام و الف، پس به یک نفس باید تلفظ شود. این قسم نشود که لام وقف کنیم باز بعد از الف، نخیر، به یک نفس. لام الف لام الف. ببینید برای ما اشکال را نشان میده که یک حرف لام ببینید در این خانه یک قسم نوشته شده و در این خانه دیگر قسم نوشته شده، یعنی حروف را برای ما نشان میده که به چند قسم نوشته میشه. با الف با الف، لام الف لام لام الف، لام جیم لام میم، با لام با. ببینین به یک نفس. با لام با. کاف 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 با. کاف تا کاف الف کاف لام. با کاف تا تا کاف ثا. با تا ثا نون یا. با الف نون الف تا الف یا الف ثا الف. با سین یاسین. تا همینجا کفایت میکند. دوستان عزیز، فقط در حروف مرکبات چند چیز را متوجه باشین که کدام حروفی که در یک خانه قرار دارد به یک نفس تلفظ شود و همچنان کدام حروف که در مفردات کش می شد در اینجا هم کش می شود. و همچنان فقط حروف مرکبات در درس مرکبات برای ما حروف را نشان میده که به چند شکل نوشته می شود. این بود درس امروزی ما. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.